بسم الله الرحمن الرحیم. بچه‌های گروه الکترونیک هستیم که می‌خوایم مدار نیم جمگر رو ببندیم که از دو تا آیسی تشکیل شده. این مدار آیسی 7486 که از گیت ایکس اور استفاده شده داخلش و آیسی 7408 که گیت انده و دو تا مقاومت 330 اوم و دو تا LED و یه برد بورد که مراحل کار رو بعداً یکی یکی خدمتتون عرض می‌کنم. این مداری که ملاحظه میکنید مدار نیم جمگر یا هالفدره که از دو آیسی 7486 که گیت ایکسوره و 7408 که گیت اند و دو تا مقاومت 330 اوم و دو تا LED که LED قرمز سام ما هست و LED زرد کری ما که این هم مدار در واقع شماتیکش و این هم جدول ساعتشه که الان با هم به دست میاریم. اگر هر دو تا ورودی ما صفر باشن که به این حالت میشه صفر، هم سام و هم کری صفر باشه و در واقع توی جدول ما هم مدار صفر میشه و اگر یکی از اونها صفر باشه و دیگری یک باشه باز هم سام مدار یکه که اینجا میشه یک در واقع و کری مدار صفره و اگر در واقع همین حالت توی مدار برعکس بشه و دقیقاً این حالت عکسش اتفاق بیفته باز هم سام مدار یکه در واقع و کری مدار صفره و اگر هر دوتا یک باشن در این حالت کری یک میشه، یعنی سام مدار صفر و کری مدار یک میشه که این هم توضیح جدول ساعت و مدار و در واقع عملی مدار هالفدر یا همون نیم جمگر بود.